سلام به همه شما دوستان. تو این ویدیو قصد دارم مراحل فعالسازی رمز دوم پویا رو از طریق نرم افزار، از طریق پیامک و از طریق دستگاه خودپرداز بهتون آموزش بدم. تو اولین مرحله وارد همراه بانک تجارت میشیم که از طریق نرم افزار بهتون نشون بدم چطور رمز پویاتون رو فعال کنید. وارد همراه بانک میشیم و از منوی پایین برنامه گزینه خدمات و خدمات رمز پویا و همراز رو انتخاب میکنیم. همینجور مشاهده میکنید رمز پویاهای من فعال هست. برای مثال من یکی از رمز پویاهای کارتم رو غیر فعال میکنم تا به شما نشون بدم که چطور رمز پویاتون رو فعال کنید. اینجا تیک رمز پویا رو من برمیدارم تا بعد از اینکه یه تایید از من گرفت رمز پویا رو غیر فعال کنه و بعد از اینکه غیر فعال شد یه پیغام به شما میده و خودکار به منوی اولیه برمیگرده تا شما اگه خواستین رمز پویا رو فعال کنید. بعد از اینکه رمز پویا غیر فعال شد ما مجدد اقدام میکنیم برای فعالسازی رمز پویا. تیک ارسال رمز پویا و همراز رو همزمان فعال کنم میزنیم. دریافت رمز پیامکی، یک کد برای ما میاد، اجازه دادن رو میزنیم. بعد از اینکه تایید رو زدیم یک کلید فعالسازی برای ما ارسال میشه که پس از تایید و بررسی دیگه رمز پویای ما فعال میشه با موفقیت. فقط تنها نکته‌ای که هست برای هر کارت باید به صورت جداگانه مراحل فعالسازی رو انجام بدین چون از شبکه شتاب استفاده میکنه، اما برای رمز پویای حساب کافی فقط یک بار مرحله رو انجام بدید تا روی همه حساب ها اعمال بشه. برای فعالسازی رمز پویا به صورت ارسال پیامک و از طریق دستگاه خودپرداز همینجوری که مشاهده میکنین کافی شمار کارتتون رو به صورت اعداد انگلیسی به سرشماره 5097 300 ارسال کنید. برای فعالسازی از طریق دستگاه خودپرداز هم همین مراحل رو انجام بدین و بعد از اینکه دستگاه یه رسید بهتون داد روی رسید یه شماره سریال هست. این سریال رو به همین سرشماره 5097 300 ارسال کنید و به هر دلیلی رمز پویاتون اگر به مشکل برخورده، براتون پیامک رمز پویا نمیاد یا هر دلیلی که داره، مراحل سایر خدمات و عملیات رمز پویا رو انجام بدین و قبل از فعالسازی رمز پویا ابتدا غیر فعالسازی رمز پویا رو انجام بدین. دستگاه هر پیغامی بهتون داد مهم نیست. بعد از اینکه غیر فعالسازی رو انجام دادین مجدد همین مراحل فعالسازی رو انجام بدین و اون سریالی که بهتون میده مجدد به این سرشماره ارسال کنید. اگر پیغام عدم انطباق اطلاعات بهتون داد فقط مجبورین یک سر به شعبه مراجعه کنید تا از طریق شعبه اطلاعات همراه شما رو به رو رسانی کنند. ممنون از همراهی شما بزرگواران.